سلام و سپاس که با آزادی آنلاین هستید. در برنامه امروز عذاب مهاجران و گفتگوی سایه یکی از آنها را می‌بینیم. بحث داغی که عید کدو در دوشنبه برانگیخت قسمی دیگری از برنامه امروز است. ویدیو را که می‌بینید یک کاربری به گفته خودش غریب از شهر خیمکی فرستاد و از بازداشتگاهی که یک لشکر مهاجران را برای تفتیش آوردند. با اتوبوس جوی کار رفتم، همونجا گرداندن آوردن. چند نفر هم اگه پریمیر نه؟ میبره 70-80 نفر. داکمنت ها هم 100% پروست جوی کار اتوبوس گرداند آورد. نمیدونم سبب چیه، همون داکمنت همون گرفتگی ولی هیچ نگفتن دیگه. هم درنی عدل داریم گرود خیم که مسکوسکی اوپلاس. این سایه‌ای که می‌بینید سایه بلند یکی از مهاجران تاجیک از یاوان است. از خودش می‌شنویم که با فرستادن این ویدیو چی می‌خواهد. خلق تاجیک ما نصیب کرده اومدیم پاتین получать کردیم یا محتوانان با получать کردیم. خلق تاجیک اینجا چه спецприема اینجا خوبه مردم با مقصد انجام میدیم ماشین من اینجا جای کار ما میریم اینجا مردم از اوکشیده گشته مردمی تاجیکی ما در ازوه خیلی ازوه بوش که هم خیلی در مسکو هم خیلی فیلیالی بوشکویان که همی تاجیک ازو نکشه ایرپورت فرامد مقصد که پرمای بیه هم کارخانه بدرویه رگیسترش کنه پاتنش تغییر کنه ایدمی کار برشوه ایدمی زندگی شوه. پیش از آن که ویدیوهای دیگری جالب شما را ببینیم درباره کدو بحث میکنیم. بله، درباره کدو که هفته گذشته در دوشنبه عید آن را جشن گرفتند. ده ها نفر زیر گزارش رادیوی آزادی درباره این عید شرح گذاشته و مقامات را تنقید کردند که کار ندارند که عید کدو را تجلیل میکنند. کاربری که خود را از بیکاری کدوکاری معرفی کرده است چنین میگوید: خوب میشد حکومت تاجیکستان از پی بهتر کردن شرایط زندگی خلق، آفریدن جای کاری برای مهاجران و بهتر کردن حقوق انسان میشدند. وقتی زندگی خلق خوب شود دیگر مهاجر استحصال نکنیم و حقوقمان پایمال نشود، بعد میتوانیم عید کدو، ردیسکه و شلغم، پایافزال و جاروب و غیره را با هم جشن بگیریم. کاربری دیگر با نام دوشنبه گفته است از بس که در تاجیکستان مشکلات زیاد است، مقامات میخواهند که با تجلیل چنین جشنها توجه را به سمت دیگر کشند. او میگوید این یک اصول سیاست است. وقتی پرابلم‌های اقتصادی مردم بیشتر شد، دولت یگان عید را تشکیل میکند که همه در فکر عید باشند و شکایت نکنند. خلاص عید کدو و پیاز و بایمجان خاکپاشی به چشم مردم است. اما کاربری به نام آنهایی را که عید کدو را مسخره و تنقید کردند سرزنش کرده است. او میگوید برای شما همه چیز خنده‌آور است. یگان نویگری را دیدن نمیخواهید، فقط به خبرهای منفی اهمیت میدهید و بس. عید کدو قریب در تمام دنیا از جمله در امریکا نیز هست. چه جای غیبت است، کمتر ناموس هم کنید، گفته است او. کاربری دیگر با نام معلم هم جانبداری برگزاری چنین عیدها بوده است که در وبسایت رادیوی آزادی نوشته است: من طرفدار تشکیل چنین عیدها هستم. دهقانها را برای سبزاندن چی کدو و یا پیاز و کارتوشکا و سیب و انار هوسمند میکند. مگر این خوب نیست؟ پرسیده است او. بحث در این باره زیاد است. متاسفانه فرصت ما کم، برای همین زود برمیگردیم به دیدن ویدیوهای شما و ویدیویی که از داخل هواپیما گرفته و به برنامه آزادی آنلاین فرستادند. تنبشوی هواپیما در ایرپورت دمادیدو ایمو یک اسپاسیمو 2 3 4 5. البته در فرودگاه تنبشوی واقعی نیست، بلکه هواپیماها برای پرواز پی هم میستند و در این راه زرخاک اسفره ماشین ها نه تنها تنبه بلکه ویران هم میشوند. مؤلف این ویدیو امیدوار است که با دیدن این ویدیو مقامات سر تعمیر راهی که هر روز صدها نفر از آن میگذرند اندیشه خواهند کرد. این کار را شما هم کردن میتوانید. فقط کافی است که 1 دقیقه ویدیو بگیرید و به ما بفرستید به شماره هایی که میبینید و از طریق واتساپ و وایبر، تلگرام و یا ایمو. تا دیدار در برنامه آینده.